در پایتخت مکدونیا شهر اسکوپیه هزارها آلبانی تبار در گردهمایی اعتراضی بر ضد حکم 6 متهم با کشتار 5 مکدونی در روز عید فصحای نصرانی سال 2012 اشتراک کردند. دادگاه 6 آلبانی تبار را با تروریسم مجرم دانسته ابراز داشت که آنها با هدف برانگیختن نزاع بین قومی این کشتارها را عملی کردند. 6 نفر به طولانی ترین مهلت امکان پذیر زندانی خواهند شد. اعتراضگران میگویند حکم دادگاه جلوی سیاسی دارد. در عراق رهبری کلیسای کلدانی نصرانی شهر کرکوک تقدیم کمک‌های بشری به فراریان شهر بشیر را شروع کرد. فراریان اصلاً ترکمن‌های شیعه تبار عراق میباشند. اسقف کلدانی کرکوک یوسف تومه میگوید تقدیم کمک به ترکمن‌ها نشان وحدت مردم عراق در روبروی خشونت‌های اخیر است. در پاکستان حکومت ولایت بلوچستان اعلام کرد که از سال 2010 به این طرف در گوشه‌های مختلف این استان جسدهای بیش از 800 نفر یافت شدند. منصبداران محلی به رادیوی آزادی ابراز داشتند که بیش از نصف کشته شدگان بلوچ میباشند. سالهای اخیر از زمانی که حکومت پاکستان بر ضد آشوبگران جدایی‌خواه منطقه عملیات نظامی پیش میبرد، هزارها نفر به نام و نشان و یا به قتل رسیدند. در ولایت کیروی روسیه یک وکیل شورای شهری در نزد اداره شهری سلاباتسکوی اعتراض انفرادی تشکیل کرده است. سرگئی لالتین میر این شهر ولادیمیر خمکوف را با مانع‌گذاری به انتخابات آزاد و عادلانه و اجبار وکیلان شورای شهر به انتخاب دوباره والی فعلی ولایت کیروف متهم می کند. انتخابات در ولایت کیروف 14 سپتامبر دایر می شود. در گرجستان اتحادیه حمایت از مشتریان نتیجه تحقیق یخماس در فروشگاه ها را اعلام کرد که بر پایه آن در 4 نوع یخماس باکتریاهای زهرآلود تشخیص شدند. اتحادیه مشتریان گرجستان همچنان اظهار نمود که یک چند نوع بین المللی یخماس بدون معلوماتنامه غذایی به زبان گرجی فروخته می شوند که خلاف قانونهای این کشور است. این اتحادیه غیر دولتی انتظار دارد که مقامات به اعلامیه‌اش پاسخ رسمی می دهند.